ای نام خدا مربا راستای که مربا ای نام خدا دیدن اینا اصل مرسل ای نام خدا انشالله راستای که دیدی اینا دیدی اینا اصل نام خدا بازار است که اصل دلتان نو نشه مقصد همیشه صحتمند باشید همیشه جانتان جور باشه اینا ویدیو پر بکنیم یک برادر ما بود که گپ میزنم گفت چی شد این هم مندوی مزار هر سال آماده نیست ما شما نیستیم دقیقاً اینه میره من نفهمیدم مربای چیست؟ او مربای زردالوست این مربای زردالو ای از چی چیزا مربا جور میشه؟ برادر کندیم همی هر چیزی که طبیعت میخواه همی مربا کنیم میشه نارنج نیستن چقدر جوردار هستن همی را مربا کنیم این تو جور میشن که از یا کده بالاست این زردالو زردک آل گلاس آل بخارا سیر خب کیله از کیله هم جور میشه کیله خود چرا جور نمیشه کیله هم جور میشه کیله ما جور کردیم کیله را انداختیم کیله مرابع کیله هستن بسیار زیاد تشکر از شما هم چنان اگر پیام داری اگر کدام گفتنی داری تبریک میگم ماه مبارک رمضانه دیگه گفتنی نداره من به سواد هستم برادرم ماشاءالله بسیار همی که سلام امیدوار هستم خوب باشید تا این دم ماه مبارک رمضان با خوشحالی و صحتمندی و با برکت با عبادت سپری کردم. ما در مندوی مزار شریف فعلا موقعیت داریم. در مندوی جایی که همه چیز پیدا میشه. شما در تصویر میبینید ماشاءالله ببینید چقدر چیزای با مزه چقدر چیزای مزه‌دار. انشاءالله مربا همه چیز شما در تصویر میبینید. دوستای عزیز
انشالله مربا تمام چیزایی که خود هموطنان ما آماده میسازه در اینجا هستن. حتما شما سر بزنین و از این دوستا و نازنینان ما بخیر عزیز، ما در معدن بگویم مخزن مربا انشالله میبینید خودتان ماشاءالله فعلا ما قرار داریم و در کنار ما یک هموطن بسیار خوش اخلاق ما انشالله که صحبت کرده میتونید. سلام. علیکم سلام. خدا کنه خوب باشید. شکر باشید. نام مبارکتان؟ فیض محمد مربا فروش. فیض محمد مربا فروش. شما اگر سر بزنین در بندوی حتما با لالا فیض محمد روبرو میشین. لالا فیض محمد عزیز اینمی نشالا از چی جور میشه؟ انشالله لالا از تخم است، از شکر این چیزایی چون جور میشه لالای قندم. نشالا بجز از ماه مبارک رمضان در دیگه ماها نمیخوره لالای قندم. ماه رمضان میخوره لالای قندم. مردم دا زیادتر ماه رمضان را میخورن. مربا انشالله دیگه وقت نمیخوره لالای قندم. ماه مبارک رمضان ماه خیر، ماه برکت، ماه مغفرت و رحمت است و در این ماه مبارک رمضان ماشاءالله هر چیز پیدا میشه. لالا فیض محمد عزیز این مرباها رو هم خودتان در خانه جور میکنید؟ میره کارخانه بالا لالای چیز پور میکنه برای ما میاره. از کارخانه لالای قندم تیار کرده اینجا برای ما میاره لالا جان. ما اینجا به مشتری ها سودا میکنیم. این کیلو گکی میفروشین یا مرتبانکی؟ کیلو گکی از لالای قندم. کیلوی چند؟ کیلو 70 روپیه لالا جان قندم. انشالله لالای قندم 90 روپیه است. یعنی سیب است 70 روپیه لالای قندم. آلو بخارا خوبش از لالای قندم 100 روپیه است. خیلی ارزان است، خیلی بسیار قیمتش پایان است. لالا فیض محمد قند یک پیام اگر داشته باشی، یک گفتنی به کسایی که فعلا خودت میبینم و در افغانستان نیست و بسیار دلشان آب میشه پشت هم چیزا، یک پیام برشان بدین. پیام داشته باشیم لالا که هر جای باشه جور باشه لالا ماه رمضان رو ماه برکت از لالای قندم. کلی دمی چیز میکنه لالای قندم. شکر لالای قندم. خدمت ما باشه اختیار را که ما میشینیم ما در خدمت. مبارزم ماشاءالله بسیار یک هموطن خوش اخلاق، یک هموطن خوب، یک هموطن نازنین. ما در مخزن مربا انشالله موقعیت داریم. سلام. سلام برادر خان، خوب هستین؟ بخیر. و کسایی که پیام کرده بودن گفتن که از رسته مندوی از مربا و انشالله ویدیو بگیرین، خودشان در افغانستان نیست. تقدیم به شما و در کنار ما یک دوست خیلی نازنین ما قرار داره. اسم شما؟ اسم زویولا هستم، باشنده شهر مزار شد. یک تن از مربا فروشان شهر مزار شده. زویولا جان عزیز، در ماه مبارک رمضان انشالله مربا میفروشید؟ انشاءالله در ماه مبارک رمضان ما مربا میفروشیم. بعد از ماه مبارک رمضان خواست خدا بود اینجا یک هتلک میزنیم، هتل درست. بسیار خوب. هر سال همین کارو میکنیم. خیلی عالی. روزانه چقدر فروش دارین؟ خدا رو شکر میشه دیگه 10,000 12,000 15,000 20,000 نظر به فروشات است. کیلو میفروشین؟ نه کیلو کیسه یا کیلو است. من اولین بار است که مربای سیب میبینم آباد است. این مربای سیب است؟ مربای سیب آباد بسیار برای من خوبش معلوم میشه. خواهی دور است که این نظر به درست کردن شده. بعضی ها مثلا طریقش نمیفهم از پیش اون چی وقتی یکی میجوشه سیب که مندازن وقتی اگر جوشید زیاد بجوشه مثلا سیب چی میشه خورد میشه. سیب یک عادت داره که زود خدا خورد میدن. ما هم وقتی که مثلا به حالت جوشیدن و دیگه رو به سردی سیب مندازن بازی سیب کس خورد نمیشه. طریقش همی است که با سیب زنده میکنه. این از شرکت میخرین؟ ما این شرکت نیست، کلا دستساز خودم هستم. این دستساز خودتان است ماشاءالله. اینجا مربای زردک هم هست. مربای زردک اجازه تان باشه یک میره این شما یاد دارین؟ من یاد ندارم.
مربای آلوی بخارام داریم. خب پس ایره اینجا بان مشکل نیست. نه مشکل نداره. ها مربای آلوی بخارا. دوستای عزیز ما فعلا در مندوی مزار شریف قرار داریم. ماشاءالله نام خدا مال از بس که خوبیش بود، از بس که مزدار معلوم میشه. قریب من چشیده بودم نه خیلی بعد از خدا بیایید ما در خدمت قربانتان. ایره نام خدا. خب فیض الله جان عزیز، زبیح الله جان عزیز، بسیار زیاد خوشحال شدم. سلامت باشین، زنده باشین. زبیح الله جان عزیز بسیار زیاد خوشحال شدم. اگر پیام داشته باشی کمری ما در خدمت. پیام خاص ندارم. انشالله در افغانستان یک آرامی و سرتاسر آرامی باشه. انشالله مردم آرام باشه و خرید فروش زیاد باشه، مردم کاروبار باشه، فقط خوش باشه، ما زندگی خود لذت ببریم. اینمی است دیگه. ما دیگه کدام پیام خاص نداریم. خیلی ممنون. سلامت باشین. زنده باشین. ای نام خدایی لذیذی مربای اصلی بخوره. مربای اصلی رسه کن. ای نام خدا مربا رسه کن. مربا ای نام خدا دیده نیره اصل مرسل. ای نام خدا نشالله رسه کن. دیدی نه اصل نام خدا بازار رسه کن. اصل زنده باشی برادر، زنده باشی. سلامت باشید. از مندوی هم برای شما گزارش تهیه کردیم. ما در کوچه خالگل قرار داریم، جایی که نام داره کبابش، غذایش نام داره، کبابش نام داره. در این کوچه هر نوع غذایی که بخواین پیدا میشه. کباب بسیار خوبیش داره، بولانی بسیار خوبیش داره، همه چیز اینجا خوبیش است. دیگه ما منتظر آذان مسجد هستیم بخیر روزه را افطار بکنیم. همین مزه ماه مبارک رمضان ما میگم کلش اینمیست. در هر طرف سرک و هر طرف جاده که بیایی ماشاءالله بسیار چیزای خوبیش. چطور هستی لالا؟ خوب است جان، جور است، بخیر است، بخیر. این دخانه جور میکنه؟ بله دخانه جور، کارخانه است، کارخانه جور. بازی کیلوی چند است؟ کیلوکی میفروشه یا خرد؟ کیلوکی سودا میکنه. این مرباست؟ این مربای زردک است، اونو آلو است، و دیگهش سیب است. اگر یک فامیل بیاین از اینجا مربا بخره اقتصادی است دیگه. اینی دیگ است. سیب ماشاءالله نام خدا. و ایران مربای آلو است، آلوی گلاس. باز اینی مربای آلو چند است؟ مربای آلو کیلوش 100 روپیه. اگر هموطنان ما بخواهند از این مرباهای مزه‌دار بخرند، اینمی قسمت دقیق برایشان بگین آدرسشه که دقیقاً کجاست، کدام قسمت مزار است. این مندوی دیگه بخیر مرکزش است. باش ما این طرف استا چون بیخی. بله. این مندوی بخیر مرکزش است. اینجا مندوی مزار شریف است و در مندوی مزار شریف ماشاءالله خیلی چیزای خوب پیدا. بله تمام چیز پیدا میشه. خواهی هم از گزارش از نشالا و مربا یک هموطن ما مسیج کرده بودن، یک ویدیو برآمده بود. گفتن که از این قسمت برین بر ما ویدیو بگیرین. خودشان در افغانستان نیست، در خارج است و خدا کنه که از دیدن این ویدیو لذت ببرن. یعنی شما با مردمی که از وطن دور هستن و دلشان به این چیزا خیلی او میشه چیز. بله دیگه در خارج برادر این چیزا بسیار که اگه بگویم پیدا نمیشه امکان داره. بله. خب دوستای عزیزی هم نشالا مربا حبیب جان در کشور فرانسه بودن و خواهش کردن که از این قسمت ما بیایم برشان ویدیو پر بکنیم. یک برادر ما بود که گپ میزنم، گفت چی شد؟ چی کردی؟ نه کار کرد. خب این هم مندوی مزار، این هم مندوی مزار و این هم نشالا.
چی شد خفایتان یک امرویتان چند دقیقه گپ بزنیم اجازه هست خب باش که من پیش شما فقط اینمی قسمت هایی که اینمی نشالاست مرباست بسیار همون زیبا بگه که هموطنان دور از وطن یک کمی به یاد وطن بفتن چطور؟ خب درست شد؟ نه یکی از نشالو آل گلاس است قبل از اینکه من از مربا نشالا بسیار نامخدا چیزای مزه‌دار است از این بگو این کاربار چه دوست دارم از آن شکر الله است چیز روزای الله است اولا خب یکی کاروانه که روزی شلایده است میگن شکر است هزار بار شکر است سودایش هم خوبش است هم یک گپ هست میگه دم رمضان خیر و برکت بسیار زیاد میشه بله خود دیگه خداوند خیر برکت همین زیبایی را من در دیگه ما نمیبینم نه دیگه پر برکت است این ماه خود دیگه یک ماه رمضان است میمان ما و شماست هر سال آمده نیست ما و شما نیستیم دقیقاً اینه میره من نفهمیدم مربای چیست؟ او مربای زردالوست این مربای زردالو ای از چی چیزا مربا جور میشه؟ برادر کندیم امی هر چیزی که طبیعت میخواه امیر مربا کنی میشه نارنج نیستن چقدر جوردار هستن امیر مربا کنی نیتو جور میشن که از یا کده بالاست این زردالو زردک آل گلاس آل بخارا سیر خب کیله از کیله هم جور میشه کیله خود چرا جور نمیشه کیله هم جور میشه که ما جور کردیم کیله را انداختیم کیله مربای کیله هستن بسیار زیاد تشکر از شما هم چنان اگر پیام داری اگر کدام گفتنی داری تبریک میگم ماه مبارک رمضانه دیگه گفتنی نداره من به سواد هستم برادر ماشاءالله بسیار همی که کار میکنی یک لقمه نان حلال پیدا میکنی از خیلی با سوادا که خود دینمیال پیش ما با ارزش هستی خداوند خیرتون بده سلامت باشین و جمله دوست یار خورد کلان و بگیره که سلام میگه علیکم سلام خب دوستای عزیزی هم مربای سه مربای آلوی بخارا مربای زردالو مربای زردک و استاد گفتن که از هر چیز مربا ساخته میشه جور میشه دیگر ایره برای شما من نشان میدم دلتان او نشه مقصد همیشه صحتمند باشین همیشه جانتان جور باشه ایره من یک شربتم چی نشه خب از اینجا بهم ایره من انشاءالله ایره چقدر بلند بکنم مشکل نیست خب این هم انشاءالله ماشاءالله نام خدا از این یک اجازه است یک کمی یک مزهش بچشم بسیار خوبیش است